برخی از کارمندان ریاست ترافیک از آنچه که نگرفتن حقوق چندین ماهشان میگویند شکایت دارند. به گفته آنان کارمندان پلیس ترافیک بیش از 5 ماه می شود که تنخواه نگرفتند و از همین رو با چالش‌های فراوان اقتصادی روبرو هستند. از سوی هم وزارت داخله میگوید که آنان تلاش دارند تا به زودی معاشات کارمندان پلیس ترافیک را بپردازند. اینان کارمندان پلیس ترافیک هستند که همه روزه بر روی جاده‌های کابل سرگرم وظیفه‌شان هستند. شماری از کارمندان ترافیک از پرداخت نشدن حقوق ماهانه‌شان شکایت دارند. به گفته آنان بیش از 5 ماه می شود که تنخواهشان را نگرفته‌اند و با چالش‌های فراوان اقتصادی روبرو هستند. وقت میایم صبحی شب و وقت میریم مشکلات فراوان است چون به خاطر که ما فامیل داریم. 4 ماه و 20 روز میشه که معاش نگرفتیم. همچنان بدل آشد تقریبا 3 ماه شد نگرفتیم. مشکلات خب به اندازه زیاد است که نفقه عیال در سر همگیست. خرج زمستان است و بس از زغال خریدن است. در این میان برخی از مسئولان ریاست ترافیک میگویند که پس از خروج نیروهای آمریکایی سیستم پرداخت معاشات کارمندان ترافیک با چالش روبرو شده است و از همین رو آنان نمیتوانند حقوق ماهانه کارمندان ریاست ترافیک را بپردازند. سیستم فعلا بلاک شده. یک سیستمی بود که آمریکایی‌ها جور کرده بودن و امروزی که رفتن متاسفانه سیستم هم بلاک کردن و اونمو موضوع است که تا به حال مسئولین محترم امارات هم دچار مشکلات هستند که سیستم بلاک شده. ریاست ترافیک از نهادهایی است که در جریان تحولات اخیر هم کارهایشان را متوقف نساختند. اکنون آنان از نهادهای مسئول می‌خواهند که هرچی زودتر معاشاتشان را بپردازند. در همین رابطه بیشتر بحث میکنیم با آقای پوهنیار سمنمل عبدالودود خیرخواه، مدیر عمومی پلان و پالیسی ریاست ترافیک و همچنان استاد در قماندانی تحصیلات عالی پلیس. آقای خیرخواه سلام بر شما، به برنامه خوش آمدین. چند ماه میشه معاش نگرفتین؟ بسم الله الرحمن الرحیم. آغاز کلام به نام ذات یکتا و یگانه. درود می‌فرستیم برای پاک و پرپوتوی سرور کائنات حضرت رسول مقبوس علیه السلام. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و تمام بینندگان تلویزیون شما. در رابطه خدمت شما باید عرض بکنم از همون آوانی که مجاهدین سربکف امارت اسلامی داخل شهر کابل شدن، از اونمو دقایق که پلیس ترافیک بالای وظیفه خود حاضر بودن و وظایف خود دنبال میکردن و فردا از او بل اثر هدایت و حمایت مسئولین محترم امارت اسلامی که حمایت کامل خود از پلیس ترافیک اعلام کردن و هدایت دادن که باید پلیس ترافیک به خاطر وظایفی که به حیات اجتماعی سر کار داره اینا باید بالای وظایفشون حاضر باشن. تا به حال پلیس ترافیک ما هم در شهر کابل و در 33 ولایت‌های دیگر بالای وظایفشون حاضر است و وظایف خود دنبال میکنن. اما متاسفانه نظر به بعض مشکلات‌هایی که وجود داره که مشکلات هم زایده و خلق شده رژیم قبلی است پلیس ترافیک تا حال نتوانسته که معاش خود دریافت بکنه. پیش از این هم معاش نگرفته بوده؟ حکومت قبلی 2 ماه از حکومت قبلی، 3 ماه از این؟ 3 ماه از تقریبا 2 ماه و 20 روز حال میشه. بله. و تقریبا 3 ماه. تقریبا 3 ماه میشه که پلیس ترافیک معاش خود اخذ نکرده. 5 ماه. چطور میگذرانین با این بی‌معاشی شما و کارمندایی که کار میکنن از صبح تا نزدیک عصر کار میکنن؟ والا بسیار مشکلات عدیده وجود داره. یعنی با وقت مشکلات طاقت فرسا است به خاطر از اینکه یک کارمند پلیس ترافیک زمانی که میاد بالای وظیفه او باید از وظیفه خود معاش حاصل بکنه و معیشت فامیل خود تامین بکنه. بله. اما عدم پرداخت معاش بسیار مشکلات اقتصادی رو بهشون روی کار آورده وجود آورده و اینا هر کدامشان اگر وقتی که ما از پیشان پرسان میکنیم اکثرشان از دوستا از اقارب از خویشاوندای خود حتی یک تعداد کثیر از این مال و امته فامیل خود به فروش میرسانن و همین موضوع معیشت زندگی خود. چطور زندگیشان میگذرانن؟ عرض کردم با فروش اموال خانهشان؟ با اموال خانه را میفروشن. اکثریتش از دوستا و اقارب اینا قرض میکنن تا زمانی که ماشون برشان تاییده شه بابا به قرض خود بپردازن.
مشکلات امارات وجود داره. بله امارات اسلامی چی گفته داره؟ خب امارات اسلامی همونطور که از موجودیت ترافیک در بالای وظایفشان دفاع میکنه، حمایت میکنه، اونا هم در تلاشی هستند که باید معاششون پرداخته شود. اما متاسفانه موضوع در اینجا است که همین قوای اشغالگر امریکا بعد از اینکه افغانستان ترک گفت، بسیار به صورت فجیعانه از کشور خارج شد و به اشغال خاتمه داد، اینا علیرغم کینه‌توزی که با جهان اسلام دارن و خاصا با مردم افغانستان داشتن، اینا همین سیستم ایرمز که توسط سیستم ماش پرسنل پلیس وزارت امور داخله، اینا تمام پلیس وزارت امور داخله جمع ترافیک ماشون از طریق سیستم ایرمز اجرا میشد. اینا چی کردن وقتی که خارج میشدن همین سیستم بلاک کردن سیستم بلاک شد. حالا سیستم باز نمیشه و مسئولین محترم وزارت امور داخله تلاش دارن، بسیار مجدانه تلاش میکنن، سعی دارن که سیستم یا باز بکنن یا معادل سیستم یک سیستم جور بکنن که آماده بسازن، ایجاد بکنن که بتوانن این معاشات پرسنل روی معادلشان کار میکنن. بله فوق العاده کار جریان داره. در این رابطه اونا هم بسیار تلاش دارن که از این عدم پرداخت معاشات پرسنل ترافیک به وقت اونا هم رنج میبرن، همه روزه احساس مایوسیت میکنن میگن برای شما بله که ما چطور معاشای شما را تا به حال اجرا نکردیم و این معضل بابت عاجل خاتمه بدیم. شما وقتی صحبت کردین از صحبت‌هایشان چی درک میکنین؟ چقدر مثلا زمان میبره که ماشون شما و کارمندان دیگه پرداخته شود؟ خب یک کم امکان داره زمانگیر باشه، مثلا 10 روز 20 روز نه امکان داره در حدود یک ماه یا بالاتر از یک ماه زمان بگیره. اما باز یک تدابیر دیگه هم مسئولین وزارت امور داخله گرفتن. او تدابیری است که خواستن که به پلیس ترافیک، پرسنل پلیس ترافیک یک مقدار مساعدت معاش برشان اجرا بکنن، یعنی پولی مساعدتی برشان بدن که ما تمام لیست تمام پرسنل آماده ساختیم، هم از مرکز هم ولایت ها را. اما متاسفانه مدت 3 روز میشه که ما نتونستیم از 4 ولایتی که با او ارتباطه، چون سیستم ایمیل قطع، سیستم الکترونیکی همش غیر فعال است، ما طریق واتساپ ارتباط میگیریم، نتونستیم که اونا را جدولشان دریافت بکنیم. کوره هم رئیس عمومی ترافیک برای سوق اداره وزارت امور داخله اطلاع داده که از دو طریق با اونا اطلاع داده شود که اونا جدولای خود رای کنند. با مجرد که جدولای ما برسه فوراً آنن یک مقدار پولی که مقامات محترم وزارت امور داخله تخصیص دیدن، یعنی این تخصیص که دیدن این به زودی اجرا میشه؟ این فوراً بله همین هفته بله این هفته که ما توانمندی رو پیدا کنیم که از این 4 ولایت ما راپور احصاییشان بگیریم، تعداد موجود افرادشان مشخص نشده که چقدر معاش است، مثلا چقدر پول است، 1000 2000 5000 فکر میکنم که در حدود 8000 افغانی که برای دفعتن همین محتاجات اولیه پرسنل ترافیک مرفوع بسازه، برای دفعتن 8000 مساعدت در نظر گرفته شده که برشان توضیح. پیشتر در مورد کارمندا صحبت میکردین، کل کارمندا در سراسر کشور کار میکنن، فعالیت میکنن، ترک وظیفه نکردن؟ خب یک تعداد بسیار محدود، یعنی تقریبا در حدود 10% 20%. بله در حدود 10% اگر وظایف خود ترک کرده باشن امکان داره. اما اونا هم منتظر همی هستن که ماشا هر زمانی که اونا هم به خاطر از این ترک کردن که همین مضیقه اقتصادی اونا رو وادار به این کار کرده که باید وظیفه خود ترک کنن و یک شغل دیگه بپردازن که بتانن همین مصارف روزمره خود پیدا بکنن و زمانی که ماشا توزیع شده و اطمینان پیدا کنن که ماشا حواله شده، تمام اونا ان شاء الله بالای وظایف خود حاضر میشن. آقای خیرخواه، جدا از اون امتیازی که حالا برای کارمندا داده میشه، اگر ماشا در 1 ماه 2 ماه آینده بالا بره پرداخته نشه، فکر نمیکنید مشکل ساز خواهد بود برای کارمندا؟ خب در کارمندا پلیس ترافیک در وجود تمام پلیس ترافیک یک انگیزه وجود داره. انگیزه خدمت. بله زمانی که یک کارمند اداره دولتی با یک احساس نیکو و با یک انگیزه عالی خدمتگزاری به مسلک و به وطن و به مردم وظایف خود دنبال بکنه، او اینمی انگیزه برای خودش انرژی میته، برش نیرو میته، برش توان میته، برش قدرت میته که او با متانت و با پایمردی وظایف خود دنبال بکنه.
دیگه انگیزه وطن دوستی یگانه عامل است که پلیس ترافیک تا به حال از حالت خمودی و جمودی دور ساخته و به حالت بسیار اکتیو وظایف خود حال هم دنبال میکنن و انشالله با این انگیزه ما فکر میکنم که اگر بازم یک مدت دیگه هم تال بخوره معطل شود ماشا امکانی است که پلیس ترافیک ما با جدیت وظایف خود دنبال بکنه. حالا جدا از بخش ماش، ترافیک کابل آقای خیرخواه در چه وضعی به سر میبره؟ ترافیک کابل در رابطه با وضعیت ترافیک امروز کابل خدمت هموطنان عزیز ما باید عرض بکنم که خوشبختانه بعد از استقرار امارت اسلامی طوری که از نامش پیداست، امارت اسلامی تمام وظایف خود با اساس اوامر الهی و سنت نبوی و شریعت غرای محمدی پیش میبرند و زمانی که اینمی اصل در ساختار در سیستم ساختاری نظام دولتی یک کشور تامین شود، حاکم شود، پیاده شود، در اوجه قدسیت وظیفه‌ای، در اوجه پاکی، صداقت، راستی مستولی میشه. تغییرات آمده؟ بله تغییرات یگانه تغییراتی است که فضل خداوند با تقرری رهبری جدید ترافیک یک شخص بسیار مصلح، یک شخص بسیار فعال و یک شخص بسیار پرتلاش به نام خیار محمد غاور به حیث مدیر ترافیک تعیین شده و امثال از او یک شخص بسیار با درجت دیگه به نام دکتر اسیب‌الله مختار به صفت رئیس ترافیک تعیین شده و خوبی از اینا دارید. من خود تقریبا بسیار وقت است که داره کار میکنم، باعث 20 سال میشه و 5 سال است که سمت مدیریت پلان پیش میبرم. اما زمانی که رهبری جدید ریاست ترافیک آمد، خاصتا دکتر اسیب‌الله مختار، اینا زمانی که تیم کاری خود انتخاب کردن، زمانی که شروع به کار کردن، زمانی که امو استراتژی کاری خود دنبال کردن، برای من کاملا ثبوت شد که انشالله اینا انگیزه به این دارن که با ترافیک افغانستان از این حالت بدوی، از این حالت کلاسیک که در استمرار 125 سال تاریخ ترافیک هیچ نوع تحول و انکشاف را به خود نگرفت، اینا میخوان که ترافیک حال به صورت اکتیوش باید وظایف خود دنبال بکنه و تماما واحدهای اداری ترافیک باید عرضه خدمات بسیار سالم، صادق و بسیار سریع داشته باشند. پس مرتب جلسات دارین دیگه، صحبت میکنین؟ بله همه روزه تحت رهبری اداره شخص رئیس ترافیک همه روزه ما جلسات داریم. همه روزه شخص رئیس ترافیک از تمام پرسنل واحد آمرین واحدهای اداری گزارش مطالبه میکنه که در طول 24 ساعت شما چی کردین، چی بلان دارین، چی برنامه دارین به خاطر بیبودی وظایفتان، به خاطر از اینکه شما بتانین عرضه خدمات سالم برای نظام ترافیک و مردم کشور خود داشته باشه. چی برنامه داره؟ اما روزا برنامه پیشکش میشه، مطالعه میشه. وظایف که چالش ها چی است آقای خیرخواه؟ داریم چالش ها یا نه کم شده؟ خب چالش ها در رابطه با تامین ما چالش در 3 بخش داریم. یکی در بخش اداری داریم، یکی در بخش عملیاتی داریم و یکی در بخش بررسی آثار ترافیکی. در این 3 بخش چالش داریم که چالش هایی که ما در بخش عملیاتی داشتیم قبلا بنابر موجودیت شاملین ترافیکی که همه اونا کسایی بودن که قصدن عمدن قواعد نقض میکردن، مانند زورگویا و قلدرا و کسایی که اونا و که در حکومت پیشین بودن. بله حکومت پیشین یک رجال برجسته بودن، یک متنفذ قوم بودن یا یک وکیل بودن، وکیل اینا یا نقض میکردن که متاسفانه آل اونا وجود نداره و کسایی که در اصل رهبری اداره امارت اسلامی قرار دارن اینا همشون و شما را خوشبین کردن. بله خوشبین هم کردن و در ضمن در راستای تامین امن نظم ترافیکی و کنترل مراقبت هایی که پلیس ترافیک در بالای جاده انجام میده قبلا اینا توهین قرار میگرفتن، تحقیر میشن، اعمال فضل خدا امام میشن، اینا رو امام میکنن و هر کسی که در برابر پلیس ترافیک، در برابر وظایفش، در برابر خدا نخواسته کدام تعرض به تمامیت جسمانی یا معنویش میکنه شامل ترافیک مورد دفاع مجاهدین تحولات آمده. پس از تحولات به مردم چه پیام دارین؟ به مردم پیام همی است که هرگاه تمام شاملین ترافیک چی در شهر کابل و سایر ولایات کشور بخواین که ما یک ترافیک مسئول داشته باشیم، ترافیک سالم داشته باشیم که در صیانت جانی و مالی تمام شاملین ترافیک برآورده شده باشه و تامین باشه،
خواهش ما است که زمانی که شامل جریان ترافیک میشن، چی به صورت بالذات و چی به صورت بالواسطه، یعنی با پای پیاده و توسط یک واسطه نقلیه، اینا مکلفیت دارند که مطابق ماده 3 مقرره سیر حرکت قانون ترافیک جاده قواعد و مقررات ترافیکی ده، خاصتا قواعد سیر حرکت اینا باید مراعات بکنن. خصوصا راننده زمانی که قبل از اینکه لیسانس بگیرن اینا شامل کورس میشن، تمام قواعد سیر حرکت بر اینا تدریس میشه و اینا مکلفیت دارن که به صورت وقت درست و اساسیش طبق آموزهایی که آموزش دیدن قواعد مقررات ترافیکی رو مراعات بکنن. زمانی که تمام شاملین ترافیک بر وفق قانون در بالای جاده عمل کرد داشته باشن، ما ترافیک سالم و مسئول می داشته باشیم. بسیار زیاد تشکر از حضورتان آقای پوانیار سمنمل عبدالودود خیرخواه، مدیر عمومی پلان و پالیسی ریاست ترافیک و همچنان استاد در قماندانی تحصیلات عالی پلیس. خوش آمدید. تشکر از شما، سلامت باشید.